سلام و درود. تا حالا به این فکر کردیم که چرا بعضیا با وجود تغذیه مناسب و ورزش منظم باز هم دچار مشکلات کبدی میشن؟ یا چرا افراد جوونی که هیچ وقت الکل مصرف نکردن به کبد چرب مبتلا میشن؟ امروز میخوایم در مورد کبد، این عضو حیاتی بدنمون صحبت کنیم که نقش‌های بسیار مهمی تو بدن داره، از جمله تصفیه خون، متابولیسم مواد غذایی، ذخیره انرژی و سم‌زدایی. اما متاسفانه بسیاری از ما بدون اینکه بدونیم داریم به کبد خودمون آسیب میزنیم. تو این ویدیو با هم 10 تا عاملی که باعث میشن کبد شما تخریب بشه رو بررسی میکنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. مورد اول، مصرف بیش از حد الکل. همونطور که میدونیم الکل یکی از اصلی ترین دلایل آسیب به کبده. مصرف مدام و زیاد الکل میتونه منجر به کبد چرب الکلی، هپاتیت الکلی و در نهایت سیروز کبدی بشه. حتی مصرف متوسط الکل هم در طولانی مدت میتونه به کبد آسیب برسونه. مورد دوم، چاقی و اضافه وزن. چاقی و اضافه وزن میتونن باعث تجمع چربی در کبد بشن و منجر به کبد چرب غیر الکلی بشن. این وضعیت میتونه به التهاب و آسیب کبدی منجر بشه و در نهایت به سیروز یا سرطان کبد ختم میشه. مورد سوم، رژیم غذایی ناسالم. مصرف زیاد غذاهای فرآوری شده، چربی‌های ترانس و قندها میتونه به کبد آسیب برسونه. این نوع رژیم غذایی باعث افزایش چربی تو کبد و مقاومت به انسولین میشه که هر دو به سلامت کبد ضرر میرسونن. مورد چهارم، مصرف خودسرانه داروها. مصرف بی‌رویه و بدون تجویز پزشک داروهایی مثل استامینوفن میتونه به کبد آسیب بزنه. حتی برخی مکمل‌های گیاهی هم ممکنه برای کبد مضر باشن. همیشه قبل از مصرف دارو یا مکمل با پزشک خودتون مشورت کنید. مورد پنجم، هپاتیت‌های ویروسی. هپاتیت‌های B و C از طریق تماس با خون آلوده میتونن منتقل بشن و میتونه منجر به التهاب مزمن کبد، سیروز و حتی سرطان کبد بشن. واکسیناسیون و رعایت بهداشت میتونه از ابتلا به این ویروس ها جلوگیری کنه. مورد ششم، مصرف بیش از حد مکمل های ویتامین آ. ویتامین آ برای بدن ضروریه، درسته، اما مصرف زیاد مکمل های آ میتونه به کبد آسیب بزنه. بهتر ویتامین های مورد نیاز رو از منابع طبیعی مانند میوه و سبزیجات دریافت کنیم و از مصرف بی‌رویه مکملات خودداری کنیم. مورد هفتم، تماس با سموم و مواد شیمیایی. قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سمی مثل حشره‌کش‌ها، حلال‌ها و مواد صنعتی میتونه به کبد آسیب برسونه. استفاده از تجهیزات حفاظتی و تهویه مناسب در محیط‌های کاری میتونه این خطر رو کاهش بده. مورد هشتم، مصرف زیاد نوشابه‌های شیرین. نوشابه‌های شیرین حاوی مقدار زیادی قند هستند که میتونن باعث افزایش چربی در کبد و در نهایت کبد چرب بشن. بهتر مصرف این نوشیدنی‌ها رو محدود کنیم و به جای اونا از آب یا نوشیدنی‌های طبیعی استفاده کنیم. مورد نهم، بی‌تحرکی و سبک زندگی نشسته. کم تحرکی و نشستن طولانی مدت میتونه منجر به چاقی و افزایش چربی تو کبد بشه. فعالیت بدنی منظم مثل پیاده‌روی، دویدن یا ورزش‌های هوازی میتونه به سلامت کبد کمک کنه. و اما مورد دهم، سیگار کشیدن. سیگار کشیدن نه تنها به ریه‌ها بلکه به کبد هم آسیب میرسونه. مواد سمی موجود تو دود سیگار میتونه باعث التهاب و آسیب به سلولهای کبدی بشه. ترک سیگار یکی از بهترین کارهاییه که میتونین برای سلامت کبد خود انجام بدین.
اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک و سابسکرایب فراموش نشه و برای دوستانتون هم بفرستین. بدرود.